سربازان عیسی را برای به قتل رساندن می بردند. آنگاه شمعون نام مردی که از دهه قیروان بود از دهه آمده ایستاده بود. سربازان شمعون را باز داشته به کتفش صلیب را بار کردند که از عقب عیسی برداشته برد. از عقب عیسی آدمان بیشمار می رفتند و در بین آنها زنانی بودند که برای او زار زار می گریستند. عیسی با آنها روی آورده گفت: ای زنهای اورشلیم، به حال من گریه نکنید، به حال خود و فرزندانتان گریه کنید. زیرا روزهای می آیند که آدمان چنین می گویند: خوشبختند زنهایی که نازای هستند، تولد نکردند و فرزند نمکاندند. آن وقت آدمان به کوه ها خواهند گفت: به سر ما بیفتید، و به تپه ها خواهند گفت: ما را پوشانید. اگر با من که مثل درخت سبز هستم چنین رفتار کنند، احوال آنهایی که مثل درخت خشک هستند چی می شده باشد؟ همراه عیسی باز دو جنایتکار را به قتل می بردند. چون به جایی که کاسه‌خانه سر نام دارد رسیدند، عیسی را به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را نیز یکی را از طرف راست و دیگری را از طرف چپ او به صلیب ها میخکوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، آنها را ببخش، زیرا نمیدانند که چی کار میکنند. سپس سربازان برای تقسیم کردن لباس عیسی قرعه پرداختند. مردم راست ایستاده تماشا میکردند. راهبران خلق باشند به حال عیسی خندیده میگفتند: دیگران را نجات میداد، کنی اگر مسیح و انتخاب شده خدا باشد خود را نجات دهد. سربازان نیز او را مسخره می نمودند. آنها به عیسی نزدیک شده با او سرکا دراز کردند و گفتند: اگر تو شاه یهودیان باشی خودت را نجات ده. به لوحه‌ای که بالاتر از سر عیسی زده شده بود چنین نوشتند: این شاه یهودیان است. یکی از جنایتکاران میخکوب شده و عیسی طعنه زده می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ پس هم خودت و هم ما را نجات ده. ولی دویمین در جواب او را سرزنش کرده گفت: مگر از خدا نمی ترسی؟ آخر ما هم به مرگ محکوم شده ایم. ولی جزای ما از روی عدالت است، زیرا آنچه را سزاوار بودیم همان را گرفتیم. وای باشد هیچ کاری بده نکرده است. بعد او گفت: عیسی، التماس وقتی که در تخت پادشاهیت میشینی مرا به یادت بیار. عیسی با او جواب داد: به راستی به تو میگویم که خود همین روز با من در بهشت میشوی. قریب نصف روزی بود که تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و تا ساعت 3 دوام یافت. آفتاب روشنایی نمی کرد و همین وقت پرده که جای مقدس ترین معبد خدا را جدا می کرد دریده 2 پاره شد. عیسی با آواز بلند ندا کرد: ای پدر، روح خود را به دست تو می سپارم. این را گفته جان داد. یکی از سرداران لشکر این حادثه را دیده خدا را حمد و ثنا خواند و گفت: در حقیقت این مرد
بیگناه بود. تمام مردمی که به تماشای این حادثه جمع آمده بودند این را دیده از غم مشت بر قفس سینه می زدند و به خانه هایشان برمی گشتند. ولی همه آنهایی که عیسی را پیشتر می شناختند و زنهایی که با او از جلیل آمده بودند از دور ایستاده تمام واقعه ها را تماشا می کردند. یوسف نام مرد خوب و نیکوکار از شهر رامای یهودی نشین بود. او فرا رسیدن پادشاهی خدا را انتظاری می کشید و با وجود اعضای شورای پیران بودنش با کار و قرار برآورده شورا راضی نبود. یوسف پیش پیلاطس رفته جسد عیسی را طلب کرد. او آن را از صلیب پایان فرآورده به متاع صوف پیچاند و به قبری که در غار ساخته شده بود گذاشت. تا حال به آن قبر کسی را نگذاشته بودند. روز شنبه یعنی روز استراحت نزدیک بود و مردم به آن تیاری می دیدند. زنهایی که با عیسی از جلیل آمده بودند از عقب یوسف رفته هم قبر و هم طرز گورانده شدن جسد عیسی را دیدند. بعد آنها به خانه هایشان برگشته روغنهای خوشبوی و مالیدنی ها را تیار نمودند. در روز شنبه آنها موافق قانون شریعت دم گرفتند.